آیا ممکنه کسی که دست و پاش بسته شده روی آب شناور بمونه؟ فکر میکنه شانس زنده موندن توی همچین شرایطی چقدره؟ غرق میشه یا نه؟ حالا تصور کنید یه نفر رو با دست و پای بسته توی آب میندازیم. به نظر تو چه اتفاقی میفته؟ شاید باور نکنید ولی احتمال داره که غرق نشه. چرا؟ دلیلش یه اصل ساده از فیزیکه. برای اینکه این موضوع رو بهتر درک کنیم خودم دست و کار شدم و دست و پام رو بستم و تصمیم گرفتم این آزمایش رو انجام بدم. بریم ببینیم چی میشه. همونطور که میبینید بدن من روی آب شناور مونده. این دقیقا به خاطر نیروی شناوریه که از طرف آب به بدنم وارد میشه. جالب نیست؟ وقتی یک جسم داخل آب قرار میگیره نیروی خالص به سمت بالا بهش وارد میشه که بهش میگیم نیروی شناوری. این موضوع رو آقای ارشمیدس به عنوان اصل ارشمیدس توی فیزیک به ما گفتن. این نیرو به وزن آبی که جسم جابجا کرده بستگی داره. اگر این نیروی شناوری از وزن جسم بیشتر یا مساوی باشه جسم روی آب شناور میمونه. چگالی هم خیلی مهمه. به همین دلیل حتی اگه دست و پاتون بسته باشه ممکنه روی آب بمونید به شرطی که حجم بدن شما نسبت به وزنتون کافی باشه. حالا تا وقتی که بیاد منو نجات بده یه سوال دارم براتون. اگر این آزمایش رو توی آب شور انجام بدیم نتیجه فرقی میکنه؟ نظرتون رو بگین و اگه تونستید شما هم این چالش رو امتحان کنید، البته با رعایت نکات ایمنی. سربلند و موفق باشید.